دوره آموزش برنامه نویسی از صفر برای شمایی ساخته شده که به برنامه نویسی علاقه دارید و دنبال یک دوره آموزشی هستید که منظم و مرتب باشه و بتونید با استفاده از اصول اون برنامه نویسی بشید. من این دوره آموزشی رو بر اساس تجربیات چند ساله خودم در حوزه برنامه نویسی ساختم و از سال 1389 به صورت مداوم تا به امروز برنامه نویس بودم. نظرات توی دنیای برنامه نویسی زیاد شده. خیلی ها میگن باید برید سراغ یادگیری پایتون، خیلی ها میگن جاوا اسکریپت، یکی میگه سی پلاس پلاس، یکی میگه باید از هوش مصنوعی استفاده بکنید، یکی میگه از هوش مصنوعی نباید استفاده بکنید و این سردرگمی ها باعث شده که خیلی از اونایی که میخوان برنامه نویسی رو شروع بکنن تمرکزشون به هم بخوره که در سالهای گذشته و مخصوصا قبل از به وجود اومدن هوش مصنوعی همچین سردرگمی هایی وجود نداشت و آموزش ها معمولا عمیق‌تر بودن و مردم خیلی راحت میتونستن برنامه نویسی رو یاد بگیرن. ولی الان نیاز به یک آموزش قوی‌تر، منسجم‌تر و منظم‌تره که شما رو دوباره برگردونه به دنیای برنامه نویسی. به همین علت من این دوره آموزشی رو ساختم. توی این دوره قرار نیست ما از زبان برنامه نویسی خاصی استفاده بکنیم. قراره از یک شبه کد به اسم C2 استفاده بکنیم. C2 فارغ از تمام زبان‌های برنامه نویسیه. شما قرار نیست یاد بگیرید که فلان زبان برنامه نویسی در فلان حوزه چه کاربردی داره و چطور با اون کد نویسی بکنید. قراره که با استفاده از C2 تمامی اصول و مبانی که برای همه زبان‌های برنامه نویسی در دنیای برنامه نویسی نیازه رو یاد بگیرید. با این علم و با این پیش زمینه شما میتونید همه زبان‌های برنامه نویسی رو یاد بگیرید، چون این مفاهیم توی همه زبان‌های برنامه نویسی یکسان و مشترکه، ولی توی هر کدوم به صورت متفاوتی پیاده سازی شده و اگه شما با یک زبان برنامه نویسی خاصی شروع بکنید قطعاً با اون یکی زبان متفاوت خواهد بود. ولی C2 یه شبه کد هست و با استفاده از این اسکلتی که به دست میارید یا این پیریزی که توی دنیای برنامه نویسی من به شما قرار بدم میتونید همه زبانهای برنامه نویسی رو بعداً یاد بگیرید. در آخر من میخوام ازتون خواهش بکنم که این دوره آموزشی رو حداقل به 3 نفر ارسال کنید. 3 نفر که علاقه‌مند هستن، لینکش رو براش بفرستید. از طریق فضای مجازی، از طریق معرفی در صفحتون، از طریق معرفی در کامنت ها، معرفی در انجمن های مختلف یا از طریق وبسایتتون یا وبلاگتون. در هر صورت شما باید سعی کنید در 3 جای مختلف این دوره رو معرفی بکنید تا در واقع این دوره رو بتونید استفاده بکنید. سلام، جلسه 4 هستیم از دوره آموزش شروع برنامه نویسی از صفر و توی این جلسه میخوام ادامه جلسه قبلی که در واقع if رو نوشتیم و end if رو نوشتیم و میخواستیم else رو بنویسیم که در واقع از توی else موند. خب توی این جلسه من میام یه دونه فایل جدیدی ایجاد میکنم. حالا از ویژوال استودیو کد هم میتونید استفاده بکنید، میتونید اینطوری از یک نوتپد خالی هم استفاده بکنید. خب جلسه 5 هستیم دیگه، درسته؟ جلسه چندم بودیم؟ من چیز کنم چون یه چند روزی وقفه افتاد بین این جلسات و باید ببینم دقیقا جلسه 4 هستیم. نه خب جلسه 04 دات، حالا این میتونه txt باشه، میتونه هر اسم دیگه ای، در واقع هر فرمت دیگه ای داشته باشه که میتونیم این رو با در واقع ادیتور هامون باز بکنیم، ولی گفتیم که ما اینجا از ویژوال استودیو کد استفاده خواهیم کرد که من ویژوال استودیو کد رو باز میکنم تا توی اون کد نویسی بکنیم. خب فایلمون رو من درگ میکنم داخل این و اینو باز میکنه توی صفحه جدید. خب حالا میتونیم کدامون رو بنویسیم داخلش.
خب ببینید ما تو جلسه قبلی گفتیم که اگر بخوایم یک ایفی رو بنویسیم میایم از کلمه کلیدی ایف استفاده میکنیم، شرطمون رو اینجا بنویسیم و بعد از کلمه دن استفاده میکنیم، میایم پایین یه دونه تب میزنیم، کدایی که لازمه اینجا مینویسیم و در نهایت end if که این end if رو میتونیم در واقع جدا از هم یا چسبیده به هم بنویسیم و خب چون هیچ قاعده‌ای برای سودو کد وجود نداره شما میتونید این رو در واقع چون توی اجرا نه خطایی به شما نشون داده میشه، نه محیطی اینو اجرا میکنه، نه کامپایل میشه، مهم نیست، فقط قابل درک باشه که من حس میکنم اینطوری بیشتر قابل درکه، چون جلسه قبلی اومدیم اینو جدا نوشتیم و حروفش هم کوچیک بود. حالا از حروف بزرگم استفاده کنید خیلی بهتره. خب ما میتونیم اینجا یه else بذاریم در صورت اینکه این شرط ما برقرار نشد. کدوم شرط؟ شرط هم میذاریم داخل پرانتز، کاندیشن می نویسیم اینجا. منظور از کاندیشن همون شرط. اگر اون درست نبود این قسمت از کد ها اجرا بشه و اگر بخوایم این رو خیلی در واقع تصویری تر نشونش بدیم میتونیم بیایم اینجا و من توی نرم افزاری بیام اینجا براتون نشون بدم به صورت تصویری. خب فرض کنید ببینید ما دو بلاک از کد داریم که اینا رو توی تصویری براتون میکشم. فرض کنید یه قسمت از کدمون اینجاست و یه قسمت از کدمون اینجاست و اینجا هم شرط ماست. میایم میرسیم به این شرط. اگر این شرط برقرار باشه مسیرمون عوض میشه به سمت این فلش قرمز و اگر برقرار نباشه معکوسش میره اینور. میگیم اگر مثلا عددی که بهت دادیم کمتر از 10 بود مثلا برو اینجا، اگر بیشتر بود بیا اینجا. این میشه شرط. کلا سنگ بنای برنامه نویسی و توی همه زبانهای برنامه نویسی شرط وجود داره که حتما باید شرط رو خوب یاد بگیرید. خب جلسه قبلی اومدیم گفتیم که مثلا یه دونه نامبر داریم، ما با دیفاین تعریف کردیم. دیفاین نامبر 1 مثلا مساوی با چی؟ گفتیم که به کاربر بگو اینتر بکنه این عدد رو. پلیز اینتر نامبر 1. از کاربر گرفتیم اینو. خب اومدیم گفتیم که اگر مثلا نامبر 1 از نامبر 2 بزرگ بود یا کوچیک بود فلان کار بکن. اینجا میتونیم اینطوری هم بنویسیم، مثلا بگیم اگر نامبر 1 بزرگتر از 10 بود اینجا بیا چیکار بکن؟ پرینت بکن، بنویس نامبر 1 is greater than 10، بزرگتر از 10 هست. اگر نه چی؟ یعنی بزرگ نیست دیگه، کوچیکتره، معکوسش اتفاق افتاده. smaller than 10. خب میتونیم عدد بدیم تستش کنیم. مثلا عدد 50 بدیم چه اتفاق میفته؟ میاد اینجا خط به خط اجرا میشه. توی این خط میگه 50 بزرگتر از 10. بله، چون بله هست این قسمت اجرا میشه، یعنی تا زمانی که برسیم به else. اگر اینجوری نباشه، مثلا عددمون اگر 5 بود، 5 بزرگتر از 10 نه. وقتی میگیم نه یعنی اینجا اجرا نشه، بپره کجا؟ بپره else و توی else میگه که این عدد کوچیکتر از 10. خب این از مفهوم شرط نویسی در برنامه نویسی هست که در زبان برنامه نویسی پایتون، در زبان برنامه نویسی نمیدونم PHP، در زبان برنامه نویسی جاوا دقیقاً به همین شکله. یک نوع دیگه ای از در واقع شرط نویسی داریم ما که شرط چند تاییه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنید ما میخوایم، حالا اینو من سیوش کنم و بیام اینجا اینطوری، من یه سری خطوط میذارم و اسمشو میذارم مولتیپل کاندیشن، شرط چند تایی. خب اینو پایین می نویسم. اینو چطوری تعریف میکنیم؟ ما میگیم که مثلا فرض کنیم یک عددی داریم میخوایم بین چند تا عدد بررسیش کنیم، مثلا بین 70 تا 10 باشه، 70 تا 100 باشه فلان اتفاق بیفته، بین مثلا 60 تا 70 باشه فلان. مثلا نمره دانشگاهی رو در نظر بگیرید. ما فرض میکنیم 4 تا درجه داریم، مثلا از
20 تا 15 باشه بهش میگیم درجه A. اگه 15 تا 10 باشه میگیم B. اگه 10 تا 5 باشه میگیم C و اگر 5 تا 0 باشه میگیم D. خب اگر بخوایم یه همچین شرطی رو بنویسیم توی برنامه نویسی براش، اینطوری مینویسیم. اول میایم یک متغیری تعریف میکنیم، دیفاین رو مینویسیم. نام متغیر رو چی بذاریم؟ مثلا مارک یعنی نمره دیگه، مارک که تعریف بشه. و اینو از کجا میخونیم؟ اینو میتونیم مثلا از جاهای مختلفی بخونیم، ولی اینجا فرض میکنیم که خود مثلا دانشجو یا دانش آموز وارد میکنه. Please enter mark. خب کاربر میاد اینجا عددی رو وارد میکنه بین 1 تا 10. اینجا هم میگیم مثلا 0 تا 20. خب مثلا کاربر میاد میزنه 15 16. کاری که ما الان باید انجام بدیم اینه که شرط های چندگانه بنویسیم. چند تا؟ باید اینجا 4 تا بنویسیم یا 3 تا که بتونیم بررسی کنیم. بگیم اگر مارک، متغیری که مارک هست، بزرگتر از 15 باشه، بزرگتر یا مساوی 15 باشه، خود عدد 15 هم در نظر میگیریم، بزرگتر یا مساوی 15 باشه، اینتر میزنیم، میایم پایین یه تب میزنیم و اینجا میگیم پرینت کن your score is مثلا A. امتیاز شما A هست. خب اگر اینجوری نبود چی؟ ببینید اینجا نکته کلیدی هست، بهش میگن if و else. else if های تو در تو، if else if، همه این عبارت ها بهش کار استفاده میشه. توی else ما نمیاییم اینطوری else رو بنویسیم تموم بکنیم، میگیم یه elseی داریم که داخل خودش یه if داره. ما یه حالت دیگه هم میخوایم بررسی کنیم و اون حالت چیه؟ زمانیه که مارک یا نمرمون بزرگتر یا مساوی چی هست؟ 10 هست. اینتر میزنیم، میایم اینجا پرینت رو مینویسیم و میگیم your score is B. خب حالا دوباره یک else if دیگه ای میتونیم بنویسیم و حالا مینویسیم مارک بزرگتر یا مساوی 5 بود. چیکار بکن؟ پرینت کن your score is C. و حالا یه else if دیگه نیاز داریم. میتونیم این آخری رو else خالی بذاریم، چون اگر این نباشه این نباشه این نباشه حتما اینه دیگه، یعنی حتما 0 تا 5 دیگه. و اینجا میتونیم پرینت کنیم your score is D و در نهایت end if رو تمام بکنیم. خب الان اینو بیایم تستش بکنیم، عدد بهش بدیم، مشخص میشه دیگه. مثلا من اولین نمره‌ای که میدم بهش مثلا 18. خب ببخشید، توی این شرط اول میاد 18 رو جای مارک میذاریم. 18 بزرگتر یا مساوی 15. بله درسته. و چون بله درسته، چه اتفاق میافته؟ این پرینت اجرا میشه و your score is A برامون چاپ میشه و تمام میشه در واقع شرطمون. دیگه این else اجرا نمیشه چون که این برقراره. خب بیایم کمترش بکنیم، مثلا اینو 14 بکنیم. میاد 14 رو میذاره اینجا، میگه 14 بزرگتر یا مساوی 15. نه، چون نه میره به این کلمه else میرسه و توی این else میگه این else خودش یه دونه if داره که باید بررسیش بکنم. 14 رو میذاره جای مارک و میگه 14 بزرگتر یا مساوی 10. بله، و چون بله رو گفتیم your score is B چاپ میشه و بیایم باز دوباره تغییرش بدیم، مثلا به 9. خب اینجا که برقرار نمیشه چون 9 بزرگتر از 15 نیست، اینجا برقرار نمیشه چون 9 بزرگتر یا مساوی 10 نیست و وقتی میرسه به این else اینجا برقرار میشه. چرا؟ چون 9 اگر جای این مارک باشه بزرگتر یا مساوی 5 هست و اینجا your score is C چاپ میشه، یعنی امتیاز من C هست. اگر مثلا 3 باشه چی؟
خب 3 بزرگتر مساوی از 15 نیست، 3 بزرگتر یا مساوی از 10 نیست، 3 بزرگتر یا مساوی از 5 نیست و چون هیچ کدوم از اینا برقرار نمیشه این الس نهایی در هر صورت چاپ میشه و میگه your score is D که اینو میتونستیم اینطوری هم بنویسیم. یعنی چطوری؟ یعنی این خودش یه دونه if باشه که بگیم اگر بزرگتر یا مساوی 0 بود your score is D رو چاپ بکن. به این شکل هم نوشته میشد که در اون صورت خیلی دقیق تره دیگه، یعنی 0 تا 20 رو کلا بررسی میکنه و 0 تا حالا اعداد بزرگتر از 15 رو بررسی میکنه که باز اینم میتونستیم محدودش رو در واقع محدودتر بکنیم. خب پس این ایف های چی هست؟ مولتیپل یا مولتیپل کاندیشن هست. میایم قسمت پایین و یک نوع دیگه ای از شرط گذاری در برنامه نویسی رو یاد میگیریم. همه اینا رو باید شما تمرین بکنید که بهش میگن نستد یا تو در تو، که ما این ایف ها رو میتونیم تو در تو بنویسیم. یعنی چطوری؟ مثلا فرض کنید ما یک متغیر اینجا داریم define مثلا x مساویه، اینم مثلا حالا از کاربر میگیریم یا خودمون یه عدد در نظر بگیریم enter x. خب مثلا حالا یه مثالی که مثلا برای if و else های تو در تو میشه استفاده کرد اینه که 2 تا شرط رو 3 تا شرط رو همزمان بررسی کنیم. خب مثلا اینجا بذارید مثالمون رو یه خورده واقعی تر بکنیم. مثلا یک متغیری به اسم age یا سن داریم که سن یک نفر رو میگیریم. خب و بعد یک متغیر دیگه ای داریم به اسم مثلا student یا is student که مشخص میکنه که در واقع این کاربر دانش آموز هست یا نه. که توی برنامه نویسی ما یک نوعی از متغیرها داریم که بهش گفته میشه بولین که داخل اون دو تا حالت 0 یا 1 یا true یا false رو در نظر میگیره. یعنی یک متغیر 2 حالت بیشتر نداره، یا درسته یا غلطه، یا 0 یا 1 که در کامپیوتر 0 به منزله غلط هست و 1 به منزله درست. میتونیم اینجا 0 بدیم بهش یا 1 بدیم بهش که منطقی ترش اینه که ما اینجا true یا false استفاده بکنیم. خب به صورت پیش فرض این is student رو false قرار میدیم، یعنی طرف student نیست. خب یک if میذاریم اینجا و سن رو بررسی میکنیم. مثلا میگیم اگر age بزرگتر از مثلا 7 باشه و کوچکتر از حالا مثلا یه عددی باشه که مثلا بگیم که دانش آموز مثلا بین این و اینه. خب میتونیم از and استفاده بکنیم، یعنی 2 تا حالت رو توی یه دونه در واقع شرط بررسی میکنیم. خب و همین که ایجمون کوچکتر از 20 باشه مثلا. خب این میخوام اینو درک بکنید. خب این محدوده 7 تا 20. اگر ایج کوچکتر از 7 باشه مثلا 5 باشه، خب این شرط برقرار نمیشه. اگر بزرگتر از 7 باشه مثلا 15 باشه، باید کوچکتر از 20 هم باشه. مثلا بره 25 باشه باز دوباره خطا میده. خب حالا اینجا میرسیم به ایف های تو در تو. خب یه ایف دیگه داخل این ایف میتونیم بنویسیم، یعنی زمانی که این ایف برقرار هست یه ایف دیگه هم داخلش باشه که بررسی بکنه is student مساوی با true هست. این 2 تا مساوی هم سمت راست و سمت چپ رو از نظر مقدار با هم دیگه مقایسه میکنه. ما اینجا گفتیم اینجا is student یه متغیر بولین هست که داخل خودش میتونه true و false رو نگهداری بکنه. اگر این رو داریم با true مقایسه میکنیم منظور ما اینه که
بررسی بکن is student false نباشه. خب در اون صورت دوباره یه تب میزنیم و اینجا میتونیم پرینت کنیم you have 7 تا 20 age and you are student. یعنی جفت اون شرط های بالا هم برقرار. حالا برای هر کدوم از این ایف ها جدا جدا میتونیم else بنویسیم و else شون رو بررسی کنیم. خب چطوری می نویسیم؟ else این ایف رو ببینید اینجا من نمیدونم خوب میفته میبینید یا نه، هر ایف برای خودش یه دونه خط عمودی داره. برای این ایف هم یه خط عمودی اینجا هست که میتونیم else شو اینجا بنویسیم و elseش اینطوریه پرینت کن you have. خب این سنش بین 7 تا 20، خب ولی student نیست. you are not student. خب یه else هم برای این بنویسیم و در صورت اینکه سن طرف اصلا تو اون محدوده باشه نمیریم بررسی کنیم که استودیونت هست یا نه، کلا دیگه برای اون ممنوع و میایم اینجا پرینت میکنیم، پرینتو با حروف کوچیک پرینت. اینجا بگیم سن شما در اون محدوده اصلا نیستش. you are not in 7 تا 20 مثلا ایج. خب این مثال دیگه، تو دنیای واقعی تر یه جور دیگه میتونیم استفاده کنیم ازش. یه دونه هم end if میزنیم تا شرطمون تموم بشه. خب ببینید از اول اینو اگر نگاه کنیم ما اینجوری نوشتیم، گفتیم دو تا متغیر داریم، یکی ایج سنه، یکی هم یه مقدار بولین هست که همیشه true یا false. خب اومدیم گفتیم که اگر سنمون بین 7 تا 20 باشه این تیک کد هایی که الان من انتخاب کردم اجرا میشه. به این تب ها باید دقت بکنید دیگه. این تب مشخص میکنید که کدوم برای کدومه. هر چیزی که اینجا یه دونه تب خورده یا بیشتر داخل این ایفه و هر چیزی که 2 تا تب خورده برای این ایفه. اگه داخل این یک ایف دیگه ای هم بود به این شکل محتویات داخل اون باید یه دونه تب میخورد و اینطوری کدامون مشخص میشه. خب این else متعلق به اینه چون داخل ایف هست و این else متعلق به این ایفه، کاملا مشخصه دیگه کدوم ایف کجا تموم میشه. و خب بذارید من اینم تصویری بهتون نشون بدم که مطلب براتون جا بیفته کامل. خب ببینید همیشه سعی میکنم تصویری توضیح بدم. خب فرض کنید اینجا ما یک ایف داریم. خب محدوده این ایف کجاست؟ مثلا از اینجا تا اینجا. خب کجا تموم میشه؟ توی else و این else خودش اینجا یه محدوده داره. خب اگر داخل این ایف یک ایف دیگه ای تعریف بکنیم، من رنگش رو با یه رنگ دیگه ای در واقع می نویسم. اینجا این باید یه دونه تب بخوره. تب همون فاصله است که مشخص بشه این ایف متعلق به اینه، یعنی داخل اینه، بیرون از اون نیست. و این هم خودش یک محدوده ای داره برای خودش و خودش در نهایت میتونه یک else داشته باشه برای خودش که داخل محدوده خودش اجرا بشه. و همینطور اگر این ایف داخل خودش یک ایف دیگه ای داشته باشه به این شکل، باید این ایف اینجا یک تب بخوره. یه تبم که از قبل خورده 2 تا تب میشه و این ایف برای خودش یه دونه محدوده داره. اگر یه ایف دیگه ای داخل اون باشه، حالا ایفا رو میخوام تو در تو بکنم که اینا کامل درک بکنید، این پیچیدگی های اینا زیاد نگرانتون نکنه.
خب ببینید برای اینکه این ایف داخل این قرار بگیره باید یه تب بخوره که مشخص باشه که این داخل اینه، این داخل اینه و این هم داخل اینه. خب این ایف داخلی برای خودش یه محدوده داره و اینجا هر کدی که نوشته میشه، کد زرد رنگ، کی اجرا میشه؟ زمانی اجرا میشه که این ایف ها به صورت تو در تو همشون صحیح باشن. این ایف برقرار باشه، این برقرار باشه، این برقرار باشه، این برقرار باشه، این اجرا میشه. اگه بین راه مثلا این آبی برقرار نباشه میپره بیرون، یعنی میره الس آبی رو اجرا میکنه و بعد از اون میاد بیرون یه دونه اند ایف داریم در نهایت که اون اجرا میشه. این نحوه کار کردن ایف و الس، ایف و الس های نستد یا تو در تو در برنامه نویسی هستش که من اینجا با سودو کد نوشتم که اینو بعدن حالا توی دوره های مختلف توی پایتون، توی سی پلاس پلاس هر کدوم به شکل جدایی نوشته میشه. خب این جلسه آموزشی هم تموم شد، باقی رو بذاریم برای جلسات بعدی. موفق و پیروز باشید.